السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، پیش شروع کردن ویدیو رقم روی اکران شهر سن پترزبورگ، هر کسی که حجامه میآید یک جای نماز و یک اپاراتی ریشتروشک درکان فیلم دلینگ توفه کرده میشه برای انسانانی که حجامه میآیند شهر سن پترزبورگ. رقم روی اکران انشاءالله. خب برادران عزیز، از ویدیو فهمیدین که با یک قول که یا که زنا با کودک 13 ساله یا که نعوذ بالله بسته و یا که پدافیل نعوذ بالله، الله هر یک کدیم ما و شما را نگهبان باشه. بسیار نمیگونه شخصیت هایی که یعنی با بگیم فرزندهای نابالغ دست درازی میکنن، الله هدایتشون کنه. در شهر پیرم یک ترمه بود رفته بودیم، سبحان الله، زیاده 3000 آدم فقط یک شهر پیرم دم در قبلگیان. خلاص که یک برادر تاجیک خدمان زنگ میزنه، بیچاره آوازش لرزان گریان، بگیم این ویدیو نه به خاطر پرسماتر نه به خاطر دیگه و دیگه، مثلا من در عموم گپ میزنم، نه به خاطر او برادر نه به خاطر دیگه و دیگه نه به خاطر پرسماتر، به خاطر آنه که شاید همین گونه شخصیت ها باشن و از همین گناه یعنی دست بکشن. بعضی هاش پسته و میکنن، بعضی هاش شهوت گفتی که با بالاش زوری میکنن، در همین راه میرون. المهم که الله سبحانه و تعالی هر یک کدیم ما و شما را از این گونه بدبختی ها نگه بداره. برادر زنگ میزنه از شهر یکاترینبورگ، میگه بگو در حقیقت دعا کنن که یعنی من هم خیلی تحمت که ایستن با کودک 13 ساله و شاید که مثلا که سراکم بتن باید ببرنم و نوم نسب نگه. در اصل نوم نسبش هم نپرسیدم و بگیم در حالت بگیم گپ زدن حرف زدن از همون پرسان کردم که برادر عزیز مهربان پروستاتک چخیل پسته و میشوه و مگزین آمد جای کار آمد گفت شناس شدیم یا ما گپ زدیم تو ترا چخیل قبلین گفت در حالتی گفتی گپا بوسه کردن گفت قبلینم چخیل هم خیلی گفت پسته و میکیستن. گفت برادر بگو در حقم دعا کنن. بگیم سخنها از زبان لقمان شیرین نمیگن، همون گونه هم برادر همین خیلی گپا گفت. عموما شیطان یعنی حرکت میکنه که چیکار کنه همه بندهای الله سبحانه و تعالی را چیکار کنه برای بدبختی ببره. خیلی که شیطان خودش قسم میکنه، یاد میکنه که الله قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین، میگه الله قسم به عظمتت که میگه همه بنده ها تا ما به گمراهی میبرم. دیگه آیت قرآن گوش کنین، الا عبادك منهم المخلصین، یعنی مگر نمیتوانم بنده های تا گمراه کنم که او بنده های مخلص تا هستن، بنده های هستن که تر همیشه پرستش میکنن، بنده های هستن که اخلاص دارن، بنده های که عبادت میکنن، بنده های که ای نماز دور نیستن، بنده های که ای تهجد دور نیستن، بنده های که ای تلاوت قرآن دور نیستن، بنده های که یعنی تمسک به سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده هستن. اون گونه شخصیت ها را شیطان یگان کار کردن نمیتونه. یعنی قسم یاد میکنه همه بنده ها تا میبرن و امروز خودم جهنم، یعنی مگر بنده هایی که مخلص هستن. از همون خاطر یعنی حرکت کنیم از گونه جمله شخصیت های باشیم که مخلص الله سبحانه و تعالی باشیم. یعنی چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثش ذکر میکنه اهل القرآن اهل الله و خاصه. اهل قرآن شخصیت هایی که با قرآن زندگی میکنن، شخصیت هایی گفتی که با قرآن ازیاد میکنن، شخصیت هایی که گفتی که با شبان بروز با تلاوت قرآن هستن، اونها اهل الله سبحانه و تعالی هستن و خاصا و اختیار کرده پروردگار هستن. الله سبحانه و تعالی هر یک کدیم ما و شما را خاص از جمله مخلصین الله سبحانه و تعالی بگردانه و اهل الله باشیم. و برای برادر که بگیم شاید پسته و شاید که شیطان بگیم در همین راه برده ایش، شیطان هر یک کدیم ما و شما را میتونه به همین راه ببره. المهم که در آخرش دعا کنیم پروردگار رو یعنی هدایتش بده، اول دیم که از زمین پسته و باشه خداوند نجاتش بده و در آخرش دعا کنیم خداوند توفیق بده و نجات بیاوه از زمین گمراهی. و کدامید که شاید که در همین گمراهی باشین، یعنی همین گونهش بسیار حتی در وطن خودمون سبحان الله بدبختی هسته. یعنی دیدیم شنیدیم همین بدبختی ها را.
از همون خاطر هر یک کدوم ما شما فرزند داریم، یعنی مراقبه فرزندامون باشیم، نگهشون کنیم که به دست بعضی پیدافیلای بدبختانه رسن. چون که اگه بگیم دختر تاجیک در جوابت سیر خوب بود، اگه جوابت که بگیم یا بدبخت همین گونه رفتار کرده بود، الله خور ذلیل و نیست نبودش کنه. یعنی همین گونه بعضی بیمار هستن، سبحان الله، الله اولش که اون بیمارا شفا بوده، بدبختا را که یعنی دست درازی به کودک‌های نابالغ میکنن. الله سبحانه و تعالی هر یک کدوم ما و شما را هدایت و توفیق بندگی عطا بفرماید. کدامید که یعنی شهوت و بلندی میکنه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. او جوانانی که میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سال تا رسید به بالغات رسیدین، استطاعت دارین، شرایطتون مهیا هست، ازدواج کنین، زن بگیرین. الله سبحانه و تعالی هر یک کدوم ما شما را رزق و روزی حلال نصیب بگردانه و از راه بدبختی نگهمون بداره. و برادر بگیم که بگیم داشته شاید پسته و باشه، شاید که بگیم همون دختر پسته و که باشه که برای هم بچه را بگیم جلب کنه به سوی خود و بچه دست درازی کرد باشه. الله اعلم، ما علم غیب نداریم و نمیدونیم چی گونه رخ داده، که فقط یگانه به خاطر اونه که توجیکه، به خاطر اونه که مسلمانه، به خاطر اونه که برادره، میتونیم که دعا کنیم که پروردگار توفیق بندگی رو براش عطا بفرما و از زمین رو هر یک کدوم شما رو نگه بداره و هیچ کاسه به این راه نبره، برای که قینه. سبحان الله، به استاتی اگر او درون ببرند وای بر حالت میشه. سبحان الله، حالی گفتی یا با سگ میشه، سگ هم شاید که بدتر شوه به استاتی اگر درونت ببرن. و اون خاطر بیچاره بگیم بگیره قطعی هم گب زد که او در حقم دعا کنن، ویدیو که در حقم دعا کنن. والله که هم گب پای همون شخصیت های او در حقم دعا کنن، خدا من ایمی بلا نجات بده. شاید که دعا یک از شما، شاید که یک از شما مخلصین الله سبحانه و تعالی باشین، بندایی که باشین که بگیم دعاتان از الله سبحانه و تعالی قبول میشه و از همون گونه شخصیت ها باشین در حقش دعا کنین، شاید که نجات بیاوه از این پسته. خب باقی مونده در امان الله باشین. این حال ما در شهر سنت پترزبورگ هستیم، قرار داریم برای حجامه رقم ها رو بکرن. الله نیابانی هر یک کدوم چگونه گفته بودیم، هر کسی که پیش قرآن توفه میکردیم و جانماز سازی خواستیم که شاید بسیاری قرآن رو گرفته باشن، خواستیم که یک جانماز و یک بگیم رشترشک کنتوفکه کردن، سر ریشه کنتوفکه کردن، ذریعه چه نشان میده، اکومولاتور داره، ذریعه تپسی میخوره، 20 یعنی بهترین چیز انشاءالله. خداوند نگهبانی هر یک کدوم ما باشه. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.